همه دوستان، من راد هستم. تو این ویدیو قصد دارم 5 تا افزونه کاربردی توی تحقیق رو به شما معرفی بکنم و یک مرور کوتاه بر نحوه عملکردشون هم داشته باشیم. یکی از دیتابیس‌هایی که تو پژوهش‌ها مورد استفاده از گوگل اسکولاره. گوگل اسکولار یک سری امکانات رایگان خوبی به شما ارائه میده، ولی در عین حال یک سری محدودیت‌هایی داره که این محدودیت‌ها رو پایگاه‌های سرچی مثل اسکوپوس و وب آف ساینس ندارن. نتیجتا یک سری افزونه‌هایی برای رفع این محدودیت‌ها به وجود اومدن که ما 5 تاشون رو اینجا با هم بررسی می‌کنیم. لینک دانلود این افزونه‌ها توی لینک گوگل درایو که تو توضیحات ویدیو قرار داده شده هم هست و شما میتونید به راحتی دانلودشون بکنید. من تو صفحه گوگل اسکولار عبارت Human Resource Management Practices رو سرچ کردم. همونطور که می‌بینید نتایج من هیچ نظم خاصی ندارن. رو افزون من کلیک می‌کنم. همونطور که می‌بینید بر اساس رنک مقالات Q1 تا Q4 مرتب شده. 2 تا معیار دیگه هم در کنارش می‌بینید. یک عدد کوچیکی هم این سمت نوشته شده. اون شاخص اعتبار استنادی ژورنال هستش. شما می‌تونید بر اساس تعداد سایت هم نتایج رو مرتب بکنید از این سمت. همونطور که می‌بینید اولین نتیجه ما یک کتاب هست که 13000 بار بهش ارجاع داده شده. من برمیگردم این صفحه، رو مقاله اول کلیک می‌کنم. افزونه دومی که می‌خوایم بررسی بکنیم در واقع به شما کمک می‌کنه که خیلی سریع‌تر متوجه بشین که آیا این مقاله به کار شما میاد یا نه. مخصوصا اگر انگلیسی خیلی قوی نداشته باشید، مواجهه با مثلا یک متن انگلیسی به این شکل یکم سخت هستش. رو افزون من کلیک می‌کنم، سریع مقاله رو تشخیص میده که چه عنوانی داره و اطلاعاتش رو میاره. تو قسمت ابسترکت همونطور که می‌بینید برای من اومده هایلایت کرده قسمت‌های مهم رو و اگر مثلا من دارم در مورد شرکت‌های کوچیک و متوسط سرچ می‌کنم، با عبارت مولتی نشنال کورپوریشنز متوجه میشم این مقاله به کار من نمیاد و اگر حالا به کارم میاد بیشتر در موردش می‌خونم. تو قسمت بعدی تو 5 الی 6 خط به من توضیح میده که یافته‌های در واقع این پژوهش چیه و آیا با اون یافته‌هایی که من دنبالش می‌گردم همخوانی داره یا نداره. فرضاً من الان تصمیم میگیرم که این مقاله به کارم میاد و میخوام بیشتر در موردش بخونم. همونطور که میبینید من اینجا دسترسی بهش ندارم. پس میام تو پایگاه در واقع سرچ خود گوگل اسکولار ببینم هستش این فایل یا نه. همونطور که میبینید نشون میده که PDFش اینجا هست. من چون قبلا در واقع افزونه گوگل اسکولار PDF ریدر رو اضافه کرده بودم به طور مستقیم وارد همین صفحه میشه. تو در واقع PDF ریدر به شما یه سری در واقع یک AI اوتلاینی تعریف میکنه که این سمت چپ لود میشه. همونطور که الان میبینید این AI اوتلاین هست که بهتون گفتم و میاد نکته نکته تمام در واقع نکات مهم مقاله رو برای شما این شکلی مینویسه و اگر شما رو هر جمله کلیک بکنید به طور متناظر میتونید ببینید اون نکته کدوم قسمت مقاله در موردش صحبت شده. این هم از این افزونه. آخرین افزونه ما در واقع ارجاعات هستش. شما برای مثال تو این صفحه اگر بخواید این مقاله رو بهش سایت بکنید این قسمت برای شما گذاشته این گزینه رو. ولی برای مثال تو گری لیتریچر شما نمیتونید به راحتی APA 7 رو سایت بکنید. من اینجا یک سایتی رو باز میکنم، روی مای بیب کلیک میکنم. همونطور که می‌بینید روی APA 7 تنظیم شده و به من نتایج رو نشون میده که هم این تکست سایتیشن داره و هم دیتیلش. شما میتونید سیو تو پراجکت رو کلیک بکنید و هم می‌بینید برای من در واقع اینجا سیوش میکنه. گزینه دانلود هم داره و شما میتونید حالا به صورت ورد یا گوگل درایو یا بیب تکست یا حتی پایگاه مندلی این رو دانلود بکنید و ازش بعداً استفاده بکنید در نوشتارهاتون.